خیلی خب، بسیار عالی. بعد اینکه شما احراز هویتتون انجام شد، یک همچین صفحه‌ای براتون در واقع بالا میاد. البته این تصویری که شما می‌بینید روی ویندوز هستش، یعنی لپتاپ یا سیستمی داشته باشین، روی براوزری که روی ویندوزتون هست این مدلیه. اگر روی گوشیتون بزنین تقریبا فضا یه خورده متفاوت میشه، ولی کلیت ماجرا همونی هستش که قراره خدمتتون توضیح بدهم. یعنی فکر نکنین یه چیز عجیب غریبه دیگه هستش، همینه. قسمتاش مختلفه، یه خورده کوچیک کرده تصویر رو، یه خورده جاهاشو عوض کرده، ولی مطلب اصلی همونه. ببینید وقتی که تایید میشه میاد روی سطح 2. اگر میخواین دوباره تاییدش کنین و بالای 100 میلیون در واقع شارژ کنین، میرین دوباره سطح کاربری و افزایش میدین روی سطح 3. اونم بعدا میگم خدمتتون چجوری. راحته، چیز خاصی نداره. این صفحه اصلی اصطلاحا داشبورده. اینا چیه؟ من چیزی هولوش 5 میلیون اینجا داریم که بیام برای شما توضیح بدم که چه اتفاقاتی قراره بیفته. اولین کاری که اینجا، البته قبلا اینم بگم که شماره حساب اضافه کردین، در واقع شماره شبا حساب اضافه کردین و همه اطلاعات شما داخل اینجا ثبت شده است روی اون احراز هویتی که قراره انجام بدین. چرا که وقتی که پول برداشت میکنین دقیقا بیاد به حساب خودتون، به حساب کسی دیگه نیاد، شما رو درست‌تر بشناسه، کلاهبرداری رو به کمترین حد خودش برسونه. خب این داشبورد. وقتی میخوایم در واقع این صرافی رو شارژ کنیم باید بریم قسمت واریز رو من میزنم. اینجا چند روش داریم که میتونیم واریز رو انجام بدیم. واریز مستقیم بعد از اون اتفاقات جنگ 12 روزه واریز مستقیم رو بستن. باید کارت به کارت کنیم، کارت به کارت میکنیم. اون کارتی که قبلا اضافه کردیم اینجا اضافه شده روی احراز، اونجا کارت در واقع بانکی اضافه کردیم، اینجا در واقع اضافه شده و باید حتما این باشه. این نباشه دیگه شما رو نمیشناسه. توی احراز هویت اینو باید اضافه کرده باشی. اینو که بزنم اینجا برای من یه دونه شماره کارت اضافه میکنه به نام صاحب کارت راهکار فناوری نویان. خب اینو من کپی میکنم، میبرم کارت به کارت، هر چه مقدار که میخوام در واقع کارت به کارت میکنم. مثلا 10 میلیون کارت به کارت میکنم، میشینه دقیقا توی حساب من، خودش همه چی ارزیابی میکنه. در واقع میاد توی این داشبورد من. برم روی داشبورد ببینید اینجا وقتی که تایید شد چیزی هولوش 1 رو 20 دقیقه اگر در تایم اداری باشین 1 رو 20 دقیقه‌ای تایید میشه، میشینه تو حساب صرافیتون. اگر روی پنجشنبه، روز پنجشنبه جمعه باشه شاید تا شنبه در واقع طول بکشه. پس سعی کنین در وقت اداری باشید که زودتر بشین. وقتی که مثلا 10 میلیون رو اضافه کردین اینجا تومان رو میزنه. آقا 10 میلیون تومان ارزش دارایی، اینا رو نداریم ما، اینا رو من بعدا خریدم، توضیح میدم چه اتفاقی میفته. آقا جان شما ریال تومان 10 میلیون تومان اینجا داریم، 5 میلیون تومان هر چقدر که شارژ کردیم میاد میشینه اینجا. بسیار عالی. پس من صرافی نوبیتکس خودم رو با کارت به کارتی که انجام دادم ریال زدم به اینجا، تومان زدم، پس من اینجا تومان دارم، ولی میخوام من درآمدم دلاری بشه. پس چه اتفاقی باید بیفته؟ این که باید تومان رو تبدیل کنم به اصطلاحاً USDT یا همون تتر. تتر چیه؟ تتر همونه که اصطلاحاً دلار مجازی میگن بهش، همون دلاره ولی مجازیشه. اون دلار کاغذیه. این USDT یا همون تتری که خیلی هم اسمش رو این روزا میشنویم یک دلار مجازی هستش. وقتی که من یک مقداری از تومانم رو، الان میگم چجوری چنج میکنم به تتر، یعنی دلار مجازی میخرم، این اضافه میشود. چجوری این کار رو میکنم؟ بیایم بریم اینجا. 233 تومن و 339 تومن من دارم، اینو میخوام تبدیل کنم به تتر یا همون دلار مجازی. میرم سمت راست، اینجا پنجره ها رو وا میکنم، یه دونه معامله دارم، معامله رو من میزنم. بسیار عالی. همچین صفحه‌ای برای من باز میشود. اینجا نوشته بیت کوین به تومان. اینا رو یکی یکی در واقع توضیح میدم خدمتتون. اینجا فضاییه که شما باید خرید و فروشتون انجام بدین. خیلی مهمه چه اتفاق قرار اینجا بیفته. اگر اشتباه کنین به جای تتر یه چیز دیگه میخره. به جای نمیدونم بیت کوین اگه میخواین با تترتون بخرین یه چیز دیگه دوباره میخره. پس باید حواستون باشه چی میدم چی میگیرم. اینجا قیمت هایی هستش که بیت کوین به تومان در واقع داره معامله میشه. قیمت ها رو اینجا نوشته، عین بورس خودمونه دیگه. اونجا سفارشات خرید و فروشه، اینجا هم سفارشات سبز و قرمزی همین چیزیه. اینم چارتی هستش که بیت کوین به در واقع این بیت کوین به تومان رو اینجا چارتش رو نوشته. بازم عین بورس خودمونه، با این زیاد کاری
نداریم، قرار نیست تحلیل کنیم. تحلیلم کنیم ان در جلسات بعدی توضیح میدم تحلیل چجوریه، چجوری میتونیم تحلیل کنیم. یک بحث کلا جدایی هستش. پس من اومدم یه بار دیگه مرور کنیم، اومدم از این لاین سمت راست معامله رو زدم، وارد این صفحه شدم. بسیار عالی. من باید اینجا اینو که با میکنین چند تا مورد هستش، بازار تومانی داریم، بازار تتری داریم، همه چی اینجا نوشته شده، باید بدونم دنبال چی دارم میگردم. اینو خیلی باید حواستون باشه. اینی که اینجا نوشته بیت کوین به تومان، یعنی دو ارزیه، من تومان میدهم بیت کوین میخرم، دومی رو همیشه میدم که اولی رو بخرم. مثلا اینجا بزنم تتر به تومان، این یعنی اینکه تومان میدهم تتر را بخرم. تتر همون چی بود؟ USDT بود، همون دلار مجازیه بود. یه مثال دیگه اتریوم، تومان میدهم اتریوم میخرم. اینو حتما حواستون باشه، چی میدم چی میگیرم. پس من میخوام تتر بگیرم، یعنی تومان بدهم تتر بخرم. چی میشه؟ تتر به تومان. تومان را میخواهم بدهم دلار مجازی بخرم. این باید روی خرید باشه، فروشش هم بعداً میگم. وقتی میخوایم برداشت کنیم باید فروش رو بزنین، دوباره همین پروسه‌ای که داریم پیش میریم و برعکس انجام بدین. تتر رو باید تبدیل کنیم به تومان، تومان رو برداشت کنیم بیاد حساب در واقع داخلی خودمون تو کارتمون. فعلا با اون کاری نداریم، میخوایم تومانی که ماش زدیم به حسابمون اون رو تبدیل بکنیم به USDT، تتر، دلار مجازی. پس این باید روی خرید باشه، من دارم تتر میخرم، تومان میدم تتر میخرم. بسیار عالی. قیمتی که بهش پیشنهاد میدیم، این قرمزا قیمت فروشه دیگه. خب پایین ترین قیمتی که میفروشن رو باید بزنم دیگه. وقتی یه چیزی میخرم میرم پایین ترین قیمتش رو میخرم دیگه، نمیرم بالاترین قیمتش رو. قرمز فروشه، سبز خریده. خب من میخوام از فروشنده ها بخرم، پس پایین ترین قیمتی که میفروشه این پایین، ببینین قیمت ها رو نوشته، این 90,000 تومان میفروشه، این 89,900. من پایین ترین قیمت رو میزنم. این قیمت رو من اینجا زدم. مقداری که میخوام بخرم اینجا نوشته، بهترین پیشنهاد فروشم اینجا نوشته، موجودی در دسترس من همون 233 تومنه. اینو میارم میذارم تا آخرش، چون میخوام 233 تومانم کلن چی بشه؟ تبدیل به تتر بشه. میگه که اگر با این قیمت 233 تومان رو شما در واقع بخواید تبدیل کنید، 2.59 تتر به شما میده. $2 رو تقریبا 60 سنت به من میده. منتها میبینید سفارش بالا پایین میشه، دوباره میام پایین ترین، هنوز این خریدو نزدم. وقتی میخوام خریدو بزنم دوباره پایین ترین قیمت رو میزنم که این پایین ترین قیمت رو ببینید عوض میشه زود زود. خب اینم از این. پس اینو گذاشتم روی 100، قیمت رو گذاشتم پایین ترین قیمت، مقدارم هم از این مثلا 10 میلیون دارم، 10 میلیون تبدیل میکنم تتر. اینو ببینین عوض میشه. اینجا میگه 98,000 تومن داره تبدیل میشه، اینو من زیادش کنم اینجا میشه 144,000 تومن تبدیل میشه. من میخوام همه ریالمو تبدیل به دلار کنم، نمیخوام توی ریال بمونه. حد کافی بیچاره شدم توی این مدت. پس 100% رو من تبدیل میکنم به تتر. 2.60 سنت دوباره قیمت رو آپدیت میکنم. ببینید چی میشد. خرید تتر رو بزنم، اینجا نوشته سفارش با موفقیت ثبت شد. خب من تتر خریدم، برم ببینم داشبوردم چه خبره. ریالم صفر شده، ریال تومانم صفر شده، 27 تومانم نوشته. چون اون باید روند باشه، این 27 تومنش موند. این مثلا شاید مثلا 90 تومن بود، یه سنت دیگه واسم خریداری میکرد. این اون پول خورده است که دیگه به دردم نمیخوره. ببین اینجا نوشت شما تتر دارین 37، قبلا هم چنج کرده بودم دیگه، 37 تتر دارم، 37 دلار دارم اصطلاحاً. خب معادل تومانیش میشه 3,338 36,000 تومان. خب پس من اینو تبدیل کردم به دلار مجازی. پس از اون جهت فعلا خیالم راحت شد، آقا رو ریال من نموندم، خیلی هم عالیه. من تبدیلش کردم به تتر. حالا این بیت کوین چیه؟ کل دارایی‌های من اینجاست. تومانم تقریبا صفره، تتری که دارم 37 تومانه. اگر بخوام حالا خریدامو انجام بدم، میام تتر میدهم، اون ارزی که مد نظر ما هست رو میخرم. ارز هم خدمتتون قرار معرفی کنم، یعنی عجله نکنین، فعلا روی تتر داشته باشین. به مرور زمان ارزهای مناسب خرید رو خدمتتون معرفی خواهم کرد. خیلی خوب، میخوام برم من بیت کوین بخرم. بریم اندازه اینجا تقریبا 37 دلار داریم دیگه، 37 تتر داریم، دلار که نه، 37 تتر داریم. دلار کاغذیه، این تتر USDT، دلار مجازی، باید تتر بگیم، اشتباه گفتم من. میخوام از تتر اندازه $10 بیت کوین بخرم.
چیکار باس بکنم اینو باید شما بگین، اینو یه فکری بکنیم ببینیم